ببین این از اون گجت هاست که میشه جسارت تو طراحی رو به وضوح توش ببینی. نه تنها یه لامپ کمپی بادی فوق العاده سبک و انعطاف پذیره که گواهی IPX 66 داره، یعنی هم ضد گرد و غبار هم ضد آبه، بلکه با یه پنل خورشیدی هم اینجا شارژ میشه و با یه تایپ سی هم شارژ میشه و بیش از 30 ساعت هم نگهداری شارژ داره که با این کابلایی که خودش هم رو پکش داره میتونی از تایپ سیش استفاده بکنی به عنوان حتی یه پاور بانک و گوشی تو شارژ بکنی. زتارکس مدل A86 و مدل S86، یکیش 7 رنگه که میتونه طیف نورهای مختلف بهتون بده، خیلی جذابه. یه حالت هم هست که هر 7 رنگش رو همزمان دارید، یکیش هم فقط رنگ سفیده که البته میتونید شدت نورش رو تنظیم بکنید. یه حالت هم داره این SOSش که این SOS هم خیلی میتونه کاربردی باشه. با این گیرایی که این قسمت ها قرار دادن میتونید به راحتی هر جایی که دوست داشتید نصبش بکنید یا حتی از این مگنتش استفاده بکنید به این شکل و مگنت بکنید و لذتش رو ببرید. این جمع شده یه کاره. یه پمپ باد دستی روی باکسش داره، برای باد کردن میتونید استفاده بکنید. یه بگ هم هست که میتونید این شکلی بذارید تو این بگه و حمل و نگهداری بکنید. به نظرم این تمام چیزیه که یه کمپر و طبیعتگرد تو تاریکی و بی‌برقی بهش نیاز داره.